ایدگردد از واچکا و همون شریک پوفاق هم خلو پدرکشون میکنیم دیگه چه ایدگردد تخم میتیم خیلی بوجی بچکا میتیم سکی خدرمی رسم و رسومی قدیمه مو هست همه میتیم. در روز عید شریف رمضان ما در کودکا هر گونه تحفه میتیم پوفک زواشکا و غیره نیست ما نیست تحفه میکنیم که اونها خوشحال گردد خرسند گردد. ما کودکان اساسا دوست می‌دارم بازیچه پدر تحفه کنم. یگان خیلی نمونی بازیچه اساسا به ذوق کودک نگاه کرده ما تحفه رو میدیم. در عید در کودکان مثلا ایباز نگاهی هر کودک هر چیزهای خود دلپسند رو انتخاب میکنه. مثلا به هر کودک در عید اگر شما مثلا در عین کودکیتون مثلا جوری کردگی باشه فکر عقدیتون عیان کردگی باشه مثلا شیرینی ها مثلا قند و دیگر همون نمودهای شیرینی مثلا چی میکردن حجم میکردن یا خلاص باشه هم مثلا همین رسم اونی موموگی باباگی مون نگیریم همین تخمای جوشاندگی یعنی که گفته که هم تخم را بسورتن همین چی پیشنهاد تا حاجت توفه میکنن. من مثلا اگر پسرم دا چی توفه کنم هم پول توفه میکنم هم شیرینی بسیار چی توفه میکنم پسرم دا بسیار چیزهای کودکانه توفه میکنم. مثلا ما میخوایم که ما با ما پول دهند و ما رویم در هر جاها بازی کنیم. مثلا الادین پارک هر پرچم در همونجا ما بازی میکنیم. میخورم در گردک برم ماشینچم بازی کنیم. یه دیگه گذشتگی بود ما رفتم ماشینچم دادن شدیم. با من در ایدگردک میفرد که تخمتیان و با رفیقانم تخم جمع کنم. به خاطر که من میخوام که با من چیزای ورزشی تیان که من میخوایم در آینده ورزشگر شوم. مثلا پرچتکی، گروشه، لپا. میخوام که در این تو بودن ما بازی کنم. من میخوام به تنیس مشغول شوم و چیزهای تنیس رو با من دهند در این.